طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن با مقصد تطبیق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره زیرآوری در عائله برای در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ارجگذاری به مقدسات ملی و پیشگیری جوانان از همه گونه پدیده‌های نامطلوب از قبیل نشه‌مندی و نشه‌جلبی، تروریسم و اکستریمیسم، تقلید فرهنگ بیگانه، خودکشی و سوءقصد به جان خود، ترغیب طرز حیات سالم، پیشگیری جداشوی عائله‌های جوان، پیشگیری نمودن از تعلیمات غیرقانونی دینی در جماعت دهات رودکی در دهه نیکنات ملاقات دایر کرده شد. در ملاقات نماینده کمیته زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم و محبوبه، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر 207 سالشو، نماینده وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دلفروزه عیسایی‌وا، مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن زمان و همزیره اشتراک داشتند. ملاقات را مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر 207 سالشو افتتاح نمود. مقصد و مرام نظام دولتداری یک چیز است، فراموش نکنید. کوشش زحمت پیشوای ملت همین که زندگی همه مردم تاجیک دیگر شود. نسل های ما از بهترین نمود استحصالات و لباس و خوراک و خانه در استفاده برده زندگی کنند. اگر ما ناشکری میکنیم خداوند باید میزند. سپس نماینده کمیته زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم و محبوبه به سخن برآمده بابت پدیده‌های نامطلوب جامعه، تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، دستاوردهای 30 ساله استقلالیت حرف زد. سربلندی میگن که امروز در سطح جمهوری تاجیکستان زیاده از 30,000 نفر زنان به واسطه راهبری خواجگی دهقانی را در عهده خود دارند. در دیگر سمت‌ها اگر نظر کنیم، امروز در ساحه معارف، در ساحه فرهنگ، در ساحه تندرستی خیلی زنان فعالیت دارند و فایز آنها از تعداد مردم بالا رفته است. همچنین وکیل مجلس نمایندگان خلق شهر پنجکن دلفروزه عیسایی‌وا، مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن زمان و همزیره در ملاقات قید کردند که دستگیری تشبس‌های سازنده و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از جانب اهالی ثمره نیک به بار می‌آورد. پرزیدنت مملکت به آن نظرند که جهت گذاشتن اساسهای بنای هستی معنوی مردم، عائله و مکتب جایگاهی مخصوص دارند. واقعا اگر عائله پایدار باشد، جمعیت هم استوار می‌گردد. اما در جامعه ما امروز ظهور پدیده‌های نامطلوب به مشاهده می‌رسند که خطری خیلی جدی را به میان می‌آورند. ما باید دست جمعانه پیش راه پیروی به پدیده‌های نامطلوب، یعنی حرکت‌های خرافات پرستی و افراطگرایی، خشونت در عائله و آواره‌گردی را گیریم تا جامعه سالم باشد و معنویات بلند گردد. قید کردند در سخنرانیشان. ملاقات سودمند گذشت.